سرخط خبرها. تاکید افغانستان بر سرگیری همکاری با سازمان شانگهای. سفیر امارت اسلامی در روسیه ابراز امیدواری کرده که نماینده افغانستان در نشست‌های این سازمان حضور یابد. ضمن آن زمینه تعاملات منظم و تدریجی را با کشورهای منطقه فراهم می‌سازد. آغاز کارزار تطبیق واکسین پولیو در 18 ولایت کشور. در این کارزار 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می‌شوند. چې له 15 کلونو څخه عمرونه کم وي د پولیو واکسینونو تطبیق شي. واکنش هند به اظهارات مقام‌های پاکستانی در مورد حمله بلوچستان. سخنگوی وزارت خارجه هند این اظهارات را رد کرده و بی اساس خواند. هندوستان و این طرف هم افغانستان ملامت کرده ولی خودش ادعای بسیار بلند بالا داره. و نشر تصاویر و ویدیوهای تازه از پرونده اپستین. تعداد از سیاستمداران معروف آمریکایی در این تصاویر دیده می شوند. دوسیه جفری اپستین دوسیه اول نخواد بود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 دلف 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 2 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبر. سفیر امارت اسلامی در روسیه اعلام کرد که افغانستان به عنوان کشور ناظر در سازمان همکاری شانگهای آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های خود با این سازمان را از سر گیرد. او ابراز امیدواری کرده است که نمایندگان افغانستان در نشست‌های آینده سازمان همکاری شانگهای حضور داشته باشند. گزارش از اناهیتا اندر. در ادامه تلاش‌ها برای بازگشت فعال افغانستان به سازوکارهای منطقه‌ای، سفیر امارت اسلامی افغانستان در روسیه اعلام کرده است که افغانستان به عنوان کشور ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های خود با این سازمان را از سر گیرد. او در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته است که امیدوار است نمایندگان افغانستان در نشست‌های آینده سازمان همکاری شانگهای حضور داشته باشند و نقش فعال‌تری ایفا کنند. او گفته است که در پی تلاش‌ها و رایزنی‌های مسکو و بیجینگ بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به این جمع‌بندی رسیدند که از سرگیری مشارکت فعال افغانستان در فعالیت‌های این سازمان امکان پذیر و عملی است. حضور افغانستان در سازمان شانگهای حیاتی می باشد، زیرا باعث کاهش انزوای افغانستان می گردد. ضمن آن زمینه تعاملات منظم و تدریجی را با کشورهای منطقه فراهم می سازد. سفیر امارت اسلامی در روسیه همچنان گفته است که تلاش‌ها برای افزایش شمار پروازهای مستقیم میان کابل و مسکو جریان دارد و افزوده است که تلاش‌ها برای افزایش رفت و آمد شهروندان دو کشور در جریان است که در نهایت باعث افزایش تعداد پروازها خواهد شد. اوس یو اعتماد سازی منځته راغلی، ټول نړۍ په دې پوهیږي چې د افغانستان نقش په سیاسي ډګر کې اقتصاد محوره ده، عدم مداخله ده او د ټول نړۍ سره غواړي چې ښه روابط پر مبنا د ملي منافعو د دواړو خواو یا د دواړو لورو دوی عمل وکړي. با این حال دیده شود که تقویت روابط میان افغانستان و روسیه تا چه اندازه میتواند راهگشای تعامل با منطقه و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باشد. دا یو ښه ادرس دی، یو قوي ادرس دی چې اسلامي امارت سفیر په مسکو کې د روسیې سره د شانګهای په تړاو یا د نورو هیوادونو سره د سیاسي تعامل په تړاو باندې کوم بحث کړی دی. فکر کوم چې دا روسیه کولی شي یو ښه رول ولوبوي د هغه هیواد په توګه چې افغانستان په رسمیت پیژندلی دی. این در حال است که پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تقویت روابط و حفظ جایگاه امارت اسلامی در منطقه اعتبارنامه سفیر امارت اسلامی در مسکو را پذیرفته بود. وزارت صحت عامه امارت اسلامی از آغاز کارزار تطبیق واکسین پولیو در 18 ولایت کشور خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت گفته که قرار است در این کارزار 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند.
دا کمپاین چې 4 ورځې به ادامه ولري په جریان کې به د 1.3 میلیونه په شاوخوا کې هغه ماشومان چې له 15 کلونو څخه عمرونه کم وي د پولیو واکسینونو ته تطبیق شي. د دې لپاره چې دغه کمپاین ښه تطبیق شي د فاریاب او بادغیس په 2 ولسوالیو کې به پر روانه ونې کې د 9 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې دغه واکسین تطبیق شي. هند به اظهارات مقام‌های پاکستانی مبنی بر دست داشتن این کشور در حملات اخیر بلوچستان واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه هند این اظهارات را رد کرده و بی اساس خواند. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. رانتیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش به اتهام‌های مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن این کشور در حملات روز شنبه در بلوچستان را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفته است که پاکستان می‌خواهد با چنین ادعاهای توجه افکار عمومی را از ناکامی‌های داخلی خود منحرف کند و افزوده است که پاکستان به جای مطرح کردن اتهام‌های بی‌مورد باید به خواسته‌های مردم این منطقه رسیدگی کند. جیسوال همچنین تاکید کرده است که پاکستان در زمینه نقض حقوق بشر سرکوب و خشونت برای همگان آشکار است. پاکستان نه تنها امروز از گذشته همه ایده‌ها را همواره به اصطلاح ناکامی‌های خود به دوش کشورهای همسایه خصوصا هندوستان و این طرف هم افغانستان ملامت کرده، ولی خودش ایده‌های بسیار بلند بالا داره و برای تامین امنیت خود از یک طرف خودش ناکام است و از طرف دیگه برخوردها یا پیشامدهایی که با به اصطلاح ایالت‌های دیگه شده، یعنی پنجاب، شما اگر پنجاب مقایسه بکنین با بلوچستان هیچ قابل مقایسه نیست. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که برخورد ناعادلانه دولت پاکستان به ویژه پنجاب و پشاور با بلوچستان و نقش نخبگان پنجابی در تشدید وضعیت باعث بروز نارضایتی‌ها شده است و مردم بلوچستان برای دفاع از حقوق خود به اقدامات مدنی و اعتراضی دست زدند. حکومت نظامیگران پاکستان بنابر سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی خود نسبت حل چالش‌ها پرابلم‌های خود ناکام مانده که منجر به بحران‌های سیاسی عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در داخل کشور پاکستان گردیده. چنانچه گروه‌های آزادی بخش نیروهای بلوچ پاکستان دست عملیات‌های نظامی علیه حکومت نظامیگران پاکستان سنگ در اثر عملیات‌های از دو طرفات جانی به وجود آمده. این در حال است که در پی حملات ارتش آزادیخواه بلوچ در پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود که رویدادهای اخیر در بلوچستان نشان دهنده این است که این حملات هیچ ارتباط با مبارزه برای حقوق ندارد، بلکه تروریسمی است که با حمایت بیرونی سازماندهی می شود. و در خارج از کشور، وزارت عدلیه امریکا بیش از 3 میلیون صفحه سند تازه همراه با عکس و ویدیوها در ارتباط با پرونده جنجالی جفری اپستین، سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی منتشر کرد. نام دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا نیز در این اسناد دیده می‌شوند. پرونده جفری اپستین یکی از جنجال برانگیزترین پرونده ها در امریکاست که سالها پس از مرگ متهم اصلی هنوز بسته نشده و هر از گاهی با انتشار اسناد تازه دوباره به صدر اخبار باز می‌گردد. به تازگی وزارت عدلیه امریکا بیش از 300 میلیون صفحه سند تازه همراه با عکس و ویدیوها در ارتباط با پرونده جنجالی جفری اپستین، سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی منتشر کرد. در این اسناد نام شماری از سیاستمداران، میلیاردرها و هنرمندان معروف به چشم می‌خورد. دونالد ترامپ، بیل کلینتون، شاهزاده اندرو، ایلان ماسک، مایکل جکسون، بیل گیتس، لیونارد دیکاپریو، جورج دبلیو بوش، تونی بلیر، محمد بن سلمان، جان کری، سعد حریری و خالد بن احمد آل خلیفه از معروفترین چهره‌های شامل این فهرست است. ترامپ و بیل کلینتون پیش از این هر گونه رابطه با این پرونده را رد کرده بودند، اما در تازه‌ترین واکنش ایلان ماسک در پستی در اکس نوشته که هرگز در مهمانی‌های اپستین شرکت نکرده و پا به جزیره ترسناکی نگذاشته و همچنین کار اشتباهی انجام نداده است. به خوبی آگاه هستم که برخی مکاتبات ایمیلی با اپستین می تواند از سوی منتقدانم به اشتباه تفسیر شود و برای بدنام کردن من استفاده شود. من به این موضوع اهمیت نمی دهم، اما چیزی که برایم مهم است این است که حداقل تلاش کنیم کسانی را که با اپستین مرتکب جرایم جدی شدند، به ویژه در مورد بهره‌کشی فجیع از دختران زیر سن قانونی، تحت پیگرد قانونی قرار دهیم. دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نیز مجموعه جدیدی از عکس‌های قدیمی جفری اپستین را نشر کردند. دموکرات‌ها گفتند از اموال بجامانده اپستین در مجموع 95,000 عکس به دست آمده که تنها 19 عکسیان را برای انتشار انتخاب کردند.
وقت آن رسیده که پرده پوشی کاخ سفید تمام شود و عدالت برای قربانیان اپستین و دوستان قدرتمند او اجرا گردد. ما تا زمانی که مردم امریکا حقیقت کامل را ندانند آرام نخواهیم نشست. وزارت عدلیه باید همه پرونده ها را فوراً منتشر کند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند که سرمایه‌داران بزرگ امریکایی با استفاده از پول خود به مقام‌های ارشد امریکا رابطه دارند و با پرداخت رشوت پرونده ها را مختومه گذاشته یا از پیگرد معاف میشوند. سیاست در امریکا به دست میلیاردرها و سرمایه‌دارای بزرگ است. اینا با استفاده از پول ثروت به مقامات ارشد امریکایی تا کنگره و ریاست جمهوری امریکا میرسند و با استفاده از این ثروت خود اینا همواره زنبورگی و عیاشی را پیشه میکنند. دوسیه جفری اپستین دوسیه اول نخواهد بود، بعدها و صدها میلیاردر امریکا چون این دوسیه ها را داره. بر اساس نظرسنجی تازه 70% امریکایی‌ها معتقدند دولت جزئیات مربوط به افراد دیگری که در شبکه قاچاق دختران زیر سن قانونی اپستین دست داشتن را پنهان می‌کند. اپستین در سال 2019 به طرز مشکوک در زندان فوت کرد. او سرمایه‌دار امریکایی متولد 1953 در بروکلین بود که بدون اتمام دانشگاه وارد دنیای مالی شد و خود را مدیر سرمایه ثروتمندان معرفی کرد. او سپس به محافل بسته نخبگان شامل سیاستمداران، میلیاردرها و چهره‌های فرهنگی را یافت به آنکه منبع ثروتش شفاف باشد. زندگی فوق مجللش از عمارت‌های لوکس تا جزیره خصوصی اپستین همواره محل پرسش و تردید بود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.